بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 رمضان است و با سلسله توزیع افطاری به مریضداران قرار است که با 500 تن از مریضدارای عزیز در شفاخانه صحت طفل ما بسته‌های افطاری توزیع کنیم. البته احساس تا اکنون به 11,000 هموطنان عزیز ما در سرتاسر افغانستان بسته‌های افطاری را توزیع کرده و قرار است که تا آخر رمضان این سلسله ادامه داشته باشه. از شما خواهران و برادران عزیزی که تا این دم احساس را حمایت کردین و اعتماد کردین تشکری و سپاسگزاری میکنیم. الله متعال کمک ها و همکاری شما را به بهترین شیوه بپذیره. از ولایت پروان هستیم. ولسوالی سیاگرد. پسر من مریض است، تکلیف قلبی داره، مدت 1 ماه میشه که اینجا بستر است. عم العباد يا خير زاد